افتخاری ما بود. سروری آینده ساز و نیک بین، پشتیبان و راهنمای ما بود. لوای صلح و وحدت پرفشان باد، نوای و ساز وحدت جاویدان باد. صوت و ساز زندگانی وحدت است، شوق و شور و کامرانی وحدت است. تا ابد پاینده بادا این مکان، جاویدانا جاویدانی وحدت است. لوای صلح و وحدت پرفشان باد، نوای و ساز وحدت جاویدان باد. شاعر مسئولیت بزرگ تاریخی را بر دوش می‌کشد. از پستی و ضلالت همیشه تنفر دارد و چشم به سوی آفتاب، سوی روشنی، سوی نیکی بزرگ دارد. نظام الدین دولتزاده شاعری آگاه است که سالیان دراز در زمین نظم دانه‌های شعر ناب می‌کارد تا نهال رسته شعرش دلربا و پرگل به نظر رسند زحمت می‌کشد. البته در این کشتگاه مقدس زحمت خاراشکن باید تا نهال شعر حقیقی سبز شود و به بار آید. رسالت ادیب، رسالت شعر، این جامعه را، انسانیت را به سوی نور، به سوی روشنی، از ظلمات به سوی نور و روشنی هدایت نمودن است. و شعر باید در دل و در دیده جا بگیرد، چون که جامعه را به سوی صلح، به سوی آبادکاری، به سوی آموزش علم و دانش، کودکان و نسل نورس را به حرمت استاد و پدر و مادر به سوی آموزش طبیعت خود روانه